تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتم خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 32. گپی پرمغز قاضی طرفداران قتل گناهکاران را دودیله ساخت. آنها چشم به دهان منظرشاه دوختند که حاکم این پیشنهاد غیر چشم داشت را چطور میپذیرد. وقتی خاموشی دلگیر کننده به مغز استخوانها رسید، نهایت منظرشاه اندیشش را به زبان آورد. حیران نشوید، جرگه آراستن ما به همین خاطر است، نباشد خودم هم میدانم هر امری بدهم کسی آن را رد نمی کند. قاضی راست میگوید، ما باید به جانبداری شخص گناهکار هم هر دلیل را به اعتبار بگیریم. اما در چنین حالی که خوفیان افتادند و ما را هم به آن پیچاندند، راستی من نمیدانم که در حمایه خود به یوسف علی خان چی گویم. قاضی رحم خدا پاسخ داد، مولانا علی فرمودند که بزرگترین غلبه گذشت است. خوفیان میدانند که برای عصیان مخوفشان 10-12 نفر کشته میگردند و باز چندین مرد دیگر محبوس و خانویران. اکنون تصور کنید که ما به جای ظلم و تحقیر آنها را از چنگ اجل خلاص کردیم. باور کنید در دو دنیا این نیکی را فراموش نمی کنند و من بعد در لحظه های حساس طرفدار ما خواهند شد. گیرم که این گپت را قبول کردیم، لیکن 40 اسب و 100 سر مال هلاک شده را از کجا میابیم؟ منهاش را خاریده پرسید منظرشاه. نیتمان را نیک گیریم، مال و ستور را قحط نزده است. از مردم جمع آوردن ممکن نشد، میخریم. این گپ حاضران را به تحریک آورد. خوفی ها را اینقدر یاردم کردیم بس بودگیست. مردم فهمد قبرمان را میکند. اینقدر احمقمان کردند بس نبود که باز احمقی کنیم. دام الله اینقدر طرفداریشان میکنی که گویا از خوف باشه. صدای فرماندهانه منظرشاه اخیراً به بحث نقطه گذاشت. آرام، قاضی پررد درست میگوید. سببی به چنین خیانت ها دست زدن مردم خوف آن است که ما آنها را آدم حساب نمی کنیم. نه تنها با خوفیان بلکه به خلق بجو و برتنگ و شخنان هم روی خوش نمی دهیم. ای مردم، روشان پایتخت است. در اینجا تمام بندگان خدا باید آزاد گردند و نوازش و احترام بینند. اگر ما حالا مردانگی نشان دهیم و در چنین روز سیاه به دادشان برسیم، باور کنید خوفیان من بعد از چنین موشبازی دست میکشند و در تنگترین روزها دستگیرمان میشوند. شفاعتشان را من از یوسف علی خان میطلبم. اکنون بگوید که تاوان مال تلف یافته را چخیل دهیم؟ اهل جرگه جملگی به دهان آب گرفتند. معلوم که به چنین شیوه گران حل کردن مسئله را خوش نداشتند. از دعا خواندن جوی پر آب نمی شود. گپ میر را تقویت داد قاضی. هر یک ما مال و حال داریم، می دهیم. به مردم مراجعت کنیم. به خاطر منظرشاه ستور چی بچهش را هم می دهد. باور کنید به گپم. زرین دید که اهل مشورت هنوز دو دلند. به دو زانو بلند شد و خطاب کرد. ای اندوالان، از زنانتان می ترسید که زبانهایتان یخ بستند. من به فهم قرار منظرشاه نرسیدم. هرچه می کند برای آسودگی روشانیان می کند و آبادی آینده دیار. سالها حکومت خودی را آرزو کردیم. انا همین است حکومت خودی. حالا قباد خان می بود امر می داد که تمام خوف را چپه و چپاول کنند و مردمش را
از طفل گاهواره سر کرده تا پیر بستری و بحر پنجه برده در پیش پای یوسف علی خان سر ببرند. اما منظرشاه می خواهد که این بلا به خونریزی از سر خلق روشان رفع گردد. اکنون دیدید که حاکم خودی داشتن چه معنا داشته است. روزک برزودی که مرد بلند همت و صاحب نفوذ بود و تا حال خاموش می نشست، خلاصه مجلس را به زبان آورد. برادران، حاکممان منظرشاه هرچی امر داد همان طور عمل کردن در کار. من شخصا 1 اسب و 10 سرمال می دهم. 1000 رحمت به قاضی امان رحم خدای خردمند. خدا خیرش را دهد، نباشد از کله من چنین فکر عالی جناب در 100 سال نمی براید. گفتن آسان، کردن دشوار. ناراضیانه غرنگاه زد باغبان میرغضب که بسیار میخواست آقسخال وامر شود، اما قاضی به سبب نامزدیش را دستگیری نکرده بود. ما داریم و 1 بلا کرده چیزی میدهیم، اما خودت چی داری که هوای دهم میکنی؟ طعنه روی راست دل حاضران مجلس را تیر بر این سوراخ کرد. منظرشاه لب به کاهش باغبان گشود. دا هر کس باید حرمت ریش و موی سفید خود را نگاه دارد. بایگری رحم خدا مغز اوست. اگر مغز نباشد تنه از بیعقلی در 1 روز خود را هلاک میکند. میر، ایذای مومن حرام است. بدون آزرده خاطری گفت قاضی. باغبان راست میگوید، من هم در جواب گپم چیزی باید بدهم. و نفس تازه کرد و افسود. 20 سر اسب شاه را من برمیگردانم. جمله آخرین رحم خدایی که همه میدانستند در بساطش بجز 3 انبان زمین و چند سرمال و گاو دیگر چیزی ندارد، اهل نشست را لال و حیران ساخت. اگر قاضی می گفت که با دم دعایش پوستک های خانه را به هم جنگ می اندازد، کسی شبهه نمی کرد. اما شنیدن چنین دعوا از زبان شخصی که یگان بنده خدا 1 اسب لنگ داشتنش را هم در خاطر ندارد، گپی بود خام خیالانه و خنده آور. شوخی نکن دامالله. منظرشاه حیرت زده خاموشی را شکست. همین راه کار نشان دادنت از 1000 اسب و گوسفند قیمت‌تر است. پسرم، جرگه مگر جای شوخی است؟ چیزی که گفتم دوام 1 ماه اجرا میکنم. چی خیر اجرا میکنی؟ 1 باره از دهان چند نفر بدون اختیار چنین سوال برآمد. این سر را فقط به منظرشاه میگویم. شما بهترش در خصوص جمع آوردن مال باقی مانده فکر کنید. همت بلندی ناگهانی قاضی درویشنما دل همه را قوی گرداند و سر ناموس آورد. دلها روشن شدند و زبانها گشاده. 20 باشه و 40 سر بز را من به گردن میگیرم، گفت منظرشاه و به علامت بسته شدن جرگه از جای بلند شد. دیگران هم با دل پر و عزم قوی مجلس را ترک کردند. روز آخر عاشورا برای خوفیان به ماتم حقیقی تبدیل یافت. نوکران منظرشاه با سرداری شاهنیاز آقسخال پستخوف صباحی مردان به خانه‌های خاوندان ده هجوم کرده پس از ساعت 20 نفر را در آستان تیغ برهنگان جمع آوردند. وقتی شاهنیاز در آستان را به شست گشاده درون درآمد و خواست نعره زده که را غافلگیر کند، از منظره‌ای که دید در دل خودش وهم افتاد. آستانبان غلطی، در تن رغزه مهینباف ارغوانی، بسر سله کلانی سوب سرخ شوینچی، به پای پیخهای ساق دراز نپ نب قهوه‌رنگ، در میان خانه رو به قبله 2 زانو زده نماز می‌گزارید. وی چنان مستغرق نیایش بود که از غژ راس در و شرفه بلند پای شاهنیاز سر موی نجنبید. آرامی سرد کلبه و صاحب آن در زمان شست شاهنیاز را فرو نشاند. بر ضم این کدام قوه ناعیان به کتفانش فشار آورد و مجبورش کرد
که وی هم در قفای کیکی به زمین نشیند. زانو زد و اکنون به مشاهده گرفت که طرز در نماز نشستن کیکی هم عجیب است. دست چپش در میان بود و دست راست با کف کشاده جانب آسمان. شاهنیاز سراپا گوش و هوش شد تا صدای کیکی را بشنود، اما از سنگ دیوار صدا بود و از وی نه. چند دقیقه به همین منوال گذشت. نوکران چون دیدند که آقسقال درنگ کرد برای فهمیدن وضع، پس هم به کلبه در آمده چنین منظره سحرانگیز را دیده یک یک در پس کیکی و شاهنیاز خاموشانه زانو زدن گرفتند. وقتی بندیان دست بسته آگاه شدند که پیرشان در نماز ایستاده است، آنها نیز داخل آستان شدند و در پشت نوکران دو زانو زدند. در بیرون تنها 4 نوکر در حال آماده باش ماندند و خلاص. معبد تنگ کیکی از آدم پر شد، اما وی همانا یک دست بر آسمان و یک دست به میان با خدای خود بی سخن راز دل می گفت. چی منظره رقتبار، نوکر و بندی، ظالم و مظلوم، سلاحدار و بی سلاح، بی خدا و خدا ترس، کشماکش و غوغای خود را لحظه یک سو گذاشته پهلوی هم بر خاک سر آستان نشستند. کیکی سرخینه پوش نیایشش را بعد یک ربع ساعت به فرجه انجام داد و گرانبارانه از جا بلند شد و رو جانب نشستگان گرداند. چهره همیشه خندان او کلبه نیم تاریک را گویا یک باره روشن ساخت. آمدید که کیکی را ببرید. کسی یارای گپ زدن نکرد. آره، هر کرده جزا دارد، جواب داد کیکی. وقتش هم رسید، اما ای شاهنیاز، بندیهایت را می توانی در همین جا رخصت بدهی، چون دار فلک فقط سر کیکی را طلب دارد. و لحظه شاهنیاز لال گشته را از نظر گذراند و خنده نرمی زد. اما البته تو باور نمی کنی. ای خوفیان، دلتان نلرزد. از اینجا کیکی شما را می برد، از آنجا شما کیکی را می آرید. می آرید و به آستانبان نو می سپارید. و از آستینش خلطچه برآورد و به شاهنیاز دراز کرد. بگیر و به اینها تقسیم کن. خرج آشداد و پتفر و زاری کیکی همین است. دیگر نه گاو کشید و نمال. اگر وقت پیدا کردید آیت بخوانید و به کیکی ببخشید. شاهنیاز برخاست و خلطشه را کشاد. آن پر از کلوله های سرخ بود به اندازه دلانه. این چی باشد؟ پرسید شاهنیاز حیرت زده. این خون گوسپند قربانی کیکی است. تبرکترین مال که مهمان این جهان فانی دارد همین است. شاهنیاز کیت در هم کشید و به تقسیم خون قربانی پرداخت. دوست دشمن بچشید که هر کسی باشد تن مرنده اید و در آن عالم به یک ذره شفاعت زار می گردید. سخنش را دوام داد کیکی. ای نور محمد، مرده کیکی را در پس آستان بگوران و همین سلعش را بر تنش کفن کن. نگاه حیرت آمیز حاضران به سله سرخ کیکی دوخته شد. همین کاله سرخ را؟ پرسید نور محمد. آره، برای کیکی مرگ سور است و در سور لباس سرخ پوشند. از این گپ دل دشمن و دوست ته کشید. پشت بعضی ها لرزید. کسی را گریه گلوگیر کرد. آستانبان نو کیست؟ صدای نور محمد این بار محزون برآمد. کسی با شاخ نفیر به جنازه کیکی می آید. شاهنیاز تقسیم تبرک را انجام داد و خلطه را به دست صاحبش سپرد. کیکی آن را به کیسه گذاشت و دیگر حرفی نگفته با قدم‌های بردم و روی همیشه خندان جانبی در رفت. در بیرون آدم بسیاری جمع گشته غلاغله داشتند. زنها گریه و زاری می‌کردند. مردان برای زدن نوکران تجنگ ایستاده بودند. نوکران در رو تفنگ‌ها را به جانب ازدحام راست کردند. کیکی راست به نزد خلق شتافت و خطاب کرد. های خوفیان، شما به کیکی باور دارید؟ داریم، جواب دادند آدمان علاهیده.
پس بشنوید که چه میگوید. بعد چند روز تمام همراهان من زنده و سلامت به نزدتان برمیگردند. اینها شغنان را یک تماشا میکنند و میآیند. حالا التماس این است که خوناخسبی نکنید و ما را تا خمخم سیوم بگسیلانید. در زمان موج گریه ها خاموش، آتش غضب ها پس گشت. شاهنیاز اسبش را به نزد کیکی آورد و گفت: پیرم، تو سوار شو، من پیاده می روم. شاد باش، اما کیکی بندی است و باید رنج بندیان را بکشد. اگر چنین نکند خلق را فریب داده باشد. و به قطار بندیان گذشت و گفت: بهترش دستم را ببند. به این حاجت نیست حضرت، گفت شاهنیاز، تا نبندی نه کیکی نه یگان بندی از جایش نجنبد. شاهنیاز خود جرأت نکرد و به نوکر اشاره کرد که دست کیکی را ببندد. فوطه میان خود را کشاد و دستان کیکی را به پشت بست و در پایش به زمین افتاد و بخشش طلبید. ای انسان برخیز که کیکی به حضور شد. خداوند ما را ببخشد که راست را از چپ فرق نمی کنیم. نوکر به مثل دیگران از این گپ چیزی نفهمید، اما چون وقتی تقل و موعظه نبود برخاست و کاروان جانب دره حرکت کرد. این بار پیران شغنان بهانه پیش نآورده پساپیش یک دو روز قبل از جمع آمد و بحرپنجه آمدن گرفتند. دیگر وقت استخاره و بهانه هم نبود، زیرا سر و صداهای تقسیم سرحد، فرار جهاندار شاه و به دست فرمان روای نو افتادن بدخشان آنها را به تشویش انداخته وادار می ساخت که برای تصمیمات درست آینده هم با شاه مملکت و هم با همدیگر باید توافقات تازه داشته باشند. یوسف علی خان هم به مقصد مستحکم کردن حاکمیت و افزودن آبروی و نفوذ خود از این همایش امیدهای زیادی داشت. بسیار می‌خواست با آوازه بین انگلیس ها و روس ها تقسیم گردیدن بدخشان و پامیرات پیشوایان مذهب را ترسانده از آنها طلب کند که مریدان خود را به جنگ محمود شاه تلقین نمایند و دلیری بخشند. این غضنفر هم ضعف آدم بی‌اعتماد برآمد. زمستان نیز گذشت و از وی درکی نیست. با امیدش کسی دیگری را هم به کاشغر نفرستادم. اگر می بود چنان سخنهای میراند که پیران خودپسند خودشان به سر محمود میتاختند. می گفت او در دلش که هیچ وقت از آنها پر نبود. شاه فرمان داد که در بحرپنجه و اطراف آن دلخوشی‌های نوروزی 3 روز دوام کنند و روز 4 در سرای سنگ مراسم جزا دادن اسیانگران خوفی برپا گردد. روز 14 و 15 حمل برای خلقیه عید و دلخوشی بود و برای اهل دربار و مهمانان خاصه مجلس‌های گاه گرم و گاه تند. پیران گویا پیشکی مصلحت کرده باشند یگان نفرشان جنگ با محمود شاه را دستگیری نکرد. به دل شاه به خصوص سخنان پیر سوچانی سید میرزا اشرف مانند کارد دودمه فرو رفته دو پاره اش کردند. این مرد جلهوندی نمای پوست با استخوان خشک برخاست، مثل پهلوانان حریف طلب 2 دست به میان زد و با صدای شمال خورده‌اش چنین گفت: ای شاهانی که در پوست خود و در آفاق خدا نمی غنجید، نوش کردن خون امت بیچاره هم بس بودگیست. تو خودت فکر کن که مرا با بدخشان چه مناسبت و به شاه آن چه خصومت؟ اگر جهاندار شاه خسور توست و تو خدای جهاندار شاه، فقیران را از این چه سود و چه بهبود؟ محمود شاه اگر تخت کدام شغنی را کشیده میگرفت، سوگند به نور پاک خداوند که یک تار بروتت نمی جنبید. اگر جهاندار شاه تو را مسئول کرده باشد که با بدخشان جنگ کنی، پس اولادت را بگیر و برو به میدان. اما خلق شغنان میگوید که به سلام محمود شاه برو و جان ما را به بیهوده زیر خطر نگذار.
یوسف علی خان را که در عمرش از کسی چنین گپی درشت و زهرآلود نشنیده بود سرش چرخ زد و حتی دقیقه در کجا بودنش را هم فراموش کرد. این اثنا منظرشاه که رو بر روی تخت در صف افسران نشسته بود تند برخاست و بانگ زد: ای پیران نورانی، اگر از دهان شما چنین گپ بویناک برآید پس من کاردکش را ببخشید اگر حالا دهانم را سگ بلیسد. چه شما نمی‌دانید که امر شاه برای رعیت واجب است و به خویش و ناخویش بودنش با کسی هیچ گونه ربطی ندارد؟ بالاخره این جام مجلس در حضور شاه است، نه در پیش طراران بغداد. اگر مملکت به اختیار شما بماند در یک روز یا تبعی چینی ها می شویم یا قرقیز و منقط. حالا وبای دیگری به نام افغان سر برآورده است که در ترکیب لشکر محمود شاه بیدادگری میکنند. شاها باور کن در روشان یگان پیر، یگان خلیفه، یگان ملا را نمیمانم که بر ضد اعزام جوانمردان به لشکر آواز بلند کند. گمان میکنم در شغنان به تخم شیرمردان قران نآمده است. در این جنگ ما به مانند اجداد با شرافت خود در زیر درفش شغنان کهن دشمن را سرکوب می نماییم. منظرشاه از خلطه دراز رویه دستش کاکلزری به اکثر اهل نشست شناس را برآورد و برافراشت. همه جانب درفش نگریسته گپ منظرشاه را بین خود به محاکمه کشیدند. غلاغله پست حاضرین را صدای یوسف علی خان خاموش کرد: ای پیران روشن ضمیر، من شما را به این امید جمع آوردم که اراده خلق را در محاربه به مقابل شاه غاصب بدخشان قوی گردانید و سپاهیان را یاری رسانید. لیکن می بینم که شما همگی بر رغم من زبان یک کرده اید و از نوگ بینی آن سویتان را دیدن نمی توانید. اما بدانید و آگاه باشید که من به هیچ وجه حاضر باش لشکر را من نمی کنم و در اولین فرصت به فیض آباد هجوم می آورم. و دم سکوت ورزید و به منظرشاه رو آورد: منظرشاه، هزار رحمت برای مردیگری، ولی درفشت را قبول کردن نمی توانم. منظرشاه کاکلزری را با احتیاط به فرش گذاشت و وقتی سر بالا کرد و نگاهش به دیوار پشت تخت افتاد اکنون دید که درفش شغنان در جایش نیست. برای چی؟ با حیرت سوال داد منظرشاه. برای آنکه اگر زیر این لوا به میدان برایم بدخشیان ما را کافر اعلان کرده تمام خراسان و ورارود را به خون ما تشنه می سازند. منظرشاه که به چنین صورت گرفتن حال آماده نبود فرصت انگشت شکنی کرد و گفت: دیگران رو نمیدانم، ولی من و همسلاحانم به همین درفش دل بسته ایم و برای همین درفش کله دشمن را کندنیم. سکوتی گرانبار حکمفرما گشت و همه جانب یوسف علی خان نگریستند که به منظرشاه دوست داشتهش چه میگوید. منظرشاه، این را هم به حساب بگیر که اگر تمغه کافری را بر پیشانیمان زنند آنگاه برای محو ساختن ما همین خلق خودمان بسنده است. آیا بهتر نیست که تحت درفش ساخته سید فرخشاه از یک گریبان سر برآریم؟ آخر جنگ با کفار غزای و جهاد است و کشتن کافر وعده بهشت، ولی جنگ مسلمان با مسلمان وقتینچه زبان نیافتن یک گروه با گروه دیگر است. منظرشاه لب خایید و غرنگا زد: کو ببینیم آن درفش نوتان را؟ وی جانب سید فرخشاه که صبح همین روز در صحن قلعه به هم دوچار آمده شناس شده بودند نگریست. پیر همراه همتایان خود در صوفه کلان از همه بالاتر نشسته با قد و بسط بلند و چهره نورانی خود به قول خانه را پر میکرد. وی بخشه بخملی را که در پهلویش میخوابید به شتاب باز کرد و برخاست و کاله سبز درازی و برش یک کلاچی را برابر سینه خود به دو طرف کشاد. تصویری با حروف زیبا خطاطی گشته بسم الله الرحمن الرحیم مرغ پرکشاده سرش جانب آسمان الویان اهل بارگاه را متوجه ساخت. مرغ بسم الله، شرح داد سید فرخشاه. سر و تنش از کلمه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، پایهایش یا محمد و یا علی. حالا که تمام عالم مسلمان آباد گشته است، کاکلزری اجدادی فقط چنین معنی می دهد که ما از حیات صدها سال عقب مانده ایم. شاه همان درست می گوید
با آن درفش مردم اطرافمان ما را در شمار کافران در می آورند. اما اگر مرغ بسم الله بر سرمان باشد تا تیغ کشیدن خیلی فکر می کنند، چون از جواب ریختن خون یک مسلمان دادن در دو عالم سنگینتر جوابی نیست. از بین نشستگان صداهای امثال پیر درست می گوید حق با سید فرخشاه است. درفش آتش پرستان به که لازم بلند شدن. پس خلاصه چیست؟ بعد پسنده شدن غلاغله پرسید شاه کدامش را قبول کنیم؟ درفش سید فرخشاه را. قریب به یک آواز رای داد اهل مجلس. قبول، گفت یوسف علی خان. اما اکنون باید پیرانمان رضایت دهند که با علم مرغ بسم الله به جنگ فیض آباد برویم. انجام گفتار 32. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم 2 رمانی تاریخی سروی سنگ عطامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.